سلام هموطنان عزیز. امروز 20 خرداد 1430 خبر شدم که برای بچه هم که در زندان هستن پرونده درست کردن. پارسال که فاطمه را آوردن بیمارستان برای عمل قلب او، محمد و حسین پیگیر درمان خواهر خو بودن که اونا را از بیمارستان گرفتن بردن زندان. 3 ماه حسین زندان بوده، با ضمانت او آزاد کردن. محمد الان از 8 ماه گذشته، تو 9 ماه که به زندانه. محمد 1 کلام نتونسته صحبت کنه. حسین هیچ بیانیه‌ای نداده. تازه برای اینا پرونده درست کرده که شما بر علیه ما حرف زدیم، که حرف نزده. دختر مارم که در 30 شهریور 1401 میسه آمده از خانه برده به اطلاعات. 33 روز دوره در اطلاعات نگه داشته تا حالش بقدر بد شده که شبانه آوردن بیمارستان آموزا، از اونجا هم آوردن به زندان وکیل آباد. از او زمان هر وقتی که خیلی دیگر حالش بد بوده و سخت بوده، برای مدوای دست و برای درمان دیگه آوردن، خودونا آوردن خودونا هم بردن. بوده تا شهریور سال گذشته که دیگه بقدر حال او بد شده و که آوردن برای جراحی قلب باز. جراحی قلب باز که انجام دادن، بعداً دختر ما را از سیسی بردن به زندان. زندان هم که بوده، خودش زندان بوده، ولی خب گفتن همین پنجره که میبینن هم آسمان رمیرم بسته، بردن به زندان. از اون زمان اگه برای مدوای قلب او یا دست او بردن خودونو. او از همون زمان او نتونسته صحبت کنه. تلفن‌های کنترل میشه که هیچ چی نتونسته صحبت کنه. حالا برای دختر ما 18 سال خورده زندان پرونده درست کردن برای زندان که شما حماسر محکوم کردی. خب آقای خامنه‌ای که پشتیبانی میکنه، این همه زن و بچه و خورد و بزرگ کشته میشه. ما میبینیم که خب داماد ما که به جنگ عراق و ایران کشته شد، این همه بدبختی به سر ما آمده. خب ما چی گناه کردیم؟